دیگر از آخونده گندیده اینا رو ببینید چی میگه. مشهد کجاست و اون سرزمین چه زمینیه؟ اون مطلبی که می شود گفت اینه که هر وقت شما با اون حرم مشرف بشید بدون تردید زیارت شخص خاتم النبیین امام هشتم هم چه مقامی داره؟ اونی که عقل هر فقیهی را متحیر میکنه این روایت صحیح السند، روایتی که سندش فقاهتی داره و فقیهی مثل شیخ انصاری بر طبق این سند فتوا میده. امام نهم فرمود کسی که زیارت کند پدرم را در طوس خدا به یک زیارت ثواب 1000 حج بیت الله را در نامه عملش مینویسه. ما نمیدانیم امام هشتم کیه. بله. یک بار برو مشهد مانند این که 1000 تا حج کردی. ببین چطور تبلیغ میکنن برای بتکده های خودشون، چطور مردم رو تشویق میکنن به طرف بتکده های خودشون. این یکی رو ببینید. والله العظیم کربلای حسین همه کار عالم است. والله العظیم کربلای حسین همه کار عالم است. حسین و کربلاش همه کار عالم است. دوستان این کلیپ رو اگر من بتونم شکل دیگری بازش بکنم. والله العظیم کربلای حسین همه کار عالم. یک لحظه برنامه دیگری این رو باز بکنم که ببینیمش. والله العظیم کربلای حسین والله العظیم کربلای حسین همه کار عالم است. حسین و کربلاش همه کار عالم است. ها یا اهل العالم، یا اهل العالم، آینده دنیا در اختیار مکتب اهل بیت است، بخواهید یا نخواهید. آینده عالم در دست با کفایت مهدی این اهل بیت و این قرآن و مذهب حق تشیع است. یه فکری بکنید مال خودتون. آینده دنیا در دست اهل بیت است. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این طویله‌ای که این آخونده از اونجا بیرون آمدن همین کتاب هایی که خدمتتون نشون دادم و این عقل و منطق این هست. آی سرزمین کعبه تواضع کن در مقابل کربلا، آروم بگیر، دنبال رو به کربلا باش، تابع کربلا باش، تکبر ممنوع در مقابل کربلا، استنکار فضیلت کربلا ممنوع. آهای سرزمین کعبه، اگر در مقابل کربلا تواضع نکنی بر تو غضب میکنم و تو سرزمین کعبه را به آتش جهنم میافکنم. اونجا کتاب بود، این صدا و تصویرشون. وقتی که ما میگیم اینا اعتقادی به کعبه ندارن، اعتقادی به بیت الله الحرام ندارند، بدون دلیل نیست. شاید بعضی بگن مثلا بعضی از کتاب اینا بعضی مطالب رو کشه اینا تا کتاب ها اومده الان اعتقاد ندارند اینا فلان. نه، برنامه جدید است در کانال امام حسین و همون چیز، البته اون قسمتی که خار باش و ذلیل شو و فلان شو اون رو نمیگه، اون رو ترجمه نمیکنه.
24,000 سال قبل از این که سرزمین کعبه رو بیافریند کربلا را آفرید و قدسها و بارک علیها. سرزمین کربلا را تقدیس کرد، مبارکش کرد، برکت بهش داد. فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مبارکه. قبل از این که خدا خلق را خلق کند، سرزمین کربلا به اعتبار آیندهش از اول مقدس و مبارک بود. ولا تزال کذالک حتی یجعلها الله افضل ارض فی الجنه. وقت جالب، این قطع سرزمین کربلا رو از دنیا در میارن، منتقلش میکنن به بهشت. بالا شهر بهشت را سرزمین کربلا قرار میدن. شیکترین، خوش به حال ما کربلا، بهترین و افضل منزل و مسکن یسکن الله فیه اولیاءه الجنه. خدا بهترین سرزمین در بهشت قرارش میده، اون سرزمینی که فقط اولیا، خاصان، مخصوصان، انبیاء اعظام، اونم نه همه انبیاء، انبیاء اولوالعزم، ائمه، بزرگان عالم تو. خلاصه بالا شهر کربلا زیباترین، خوش آب و هواترین، بهترین، مقدسترین، نورانی ترین، با فضیلت ترین، قدیسی ترین، آسمانی ترین، خدایی ترین سرزمین بهشت. متوجه شد دوستان عزیز؟ یعنی دشمنی با مکه و مدینه در نهاد اینها هست که متاسفانه دوستان عزیز این وثیقه را اگر نشون بدن، ببینید در اینجا در الانوار نعمانی جلد 2 صفحه 85 میگه که مکه در مقابل کربلا خار و ذلیل است و کربلا برتر از مکه است. تشکر میکنم دوستان.